در دل مسلم مقامی مصطفی است، آبروی ما ز نام مصطفی است. بوریا مملون خواب راحتش، تاج کسری زیر پای مصطفی است. در شبستان حرا راحت گزید، قوم آیین و حکومت آفرید. پیامبر علیه السلام در شبستان حرا در اوجا خوابید، زحمت کشید پیامبر علیه السلام و راز و نیاز کرد با رب العالمین. همونجا است که آیات آغازین سوره مبارکه علق برای پیامبر علیه السلام می آید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. از کجا شروع میشه؟ اقرا. از اینجا شروع میشه. پس از اینجا هم دانسته میشه که اولین پیام فرهنگی اسلام چیست؟ خواندن است. خواندن است، درس است، تعلیم است، روشنگری است، احیای ملت ها و تمدن هاست.